در ناحیه شهر نو یک جنایت آدمکشی به قید گرفته شد. جوان 22 ساله در جماعت دهاتی میرزا ترسونزاده ناحیه مذکور بنابر جنجال اویلوی مادر خود را لطوکوب کرده و بعدا با راه بوغی کردن به قتل رسانیده است. این جنایت گوشناشنود را همکارمان احسان عبدالله‌زاده شرح می‌دهد. سنه 28 می سال 2021 در ناحیه شهر نو در جماعت شهرکی به نام میرزا ترسونزاده جنایت مخصوصا وزنین یعنی آدمکشی از جانب کارمندان میلیسیا به قید گرفته شد که فرزند با یک بیرحمی مخصوص مادر خود را به قتل رسانید. صادر کننده جنایت مذکور شهروند عظیموف شهزاد قربایویچ سال تولدش 1999 استقامت کننده ناحیه مذکور کوچه چوتک اورزو می باشد. نامبرده خشم و غضب خود را فرو نشانده نتوانسته نزدیکترین و مقدسترین شخص را که همه مهر و محبت و عمر گران خود را برای به کمال رسیدن او صرف کرده است از حیات محروم نمود. مرحوم عبدالواحدова سمسما عبدالسلامовна سال تولدش 1968 استقامت کننده ناحیه شهر نو با مشقت زیاد فرزندش عظیموف شهزاد را به وایه رسانیده هیچگاه گمان نداشت که زمانی از دست فرزندی خود کشته می گردد. جنایت آدمکشی در زمینه مناقشه و جنجال عائلوی در منزل استقامتی نامبردگان صادر گردیده عظیموف شهزاد با راه بوغی کردن مادر خود را به قتل رسانیده است. وقتی که من زد با ما چه بس که گفتم با قبل گفت که من ترا گفت ازم برم در مسامتین حقارتم کرد بعد پشتش تو خوردم اگر دانش کردم که من اختلاف کردم من در تو آمدم زدم اینجا به کسر غلط دیدم اینجا کتکش minut 3 minut جکتم باقی کردم شد. آن در طول دیوان خوابونده. کجا؟ اینجا. آنجا دیوان بوده؟ بله ها. بعد چه کردی؟ بعد طول دیوان موندن برامانم لباسم پوشیدم به شهر رفتم. بعد گشتی اومد دیدی مادر در کدام حالت بود؟ شوق شده بود. تنش علاقه شوق شده بود. بعد چه کردی؟ سر از دادم همسایه رو فرار کرده با ماشینش با بنیسا برده. نه فکر تو بگو برای چی بردی با اینسا؟ مقصد چی بود؟ با مالیسا بردم گفتم که ولی میلیسا گفتم ای ممنون ببینم خانگی ای ممنون ببینم باید ترسه من از آدم میکشم افتاد از ترسه باید گرفته با مالیسا بردم که من نبینم افتاد. کارمندان شعبچه منطقه دهات چیپتوره شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه شهر نو با دایر نمودن کارکردهای اپراتیوی در حال صادر کننده جنایت مذکور عظیموف شهزاد را معین و دستگیر نمودند. طبق نشانداد دستگیر شده سبب مناقشه او با مادرش این مانعگی مادر برای عائله برپا نمودن او با معشوقه‌اش بوده است. وابسته به حالت جای داشته در پروکراتور ناحیه شهر نو با دسترسی ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیشبردی تفتیشات قرار دارد.